این ماه را به نام محرم الحرام اولین ماه سال هجری است، هجری قمری، و خصوصا تاریخ دهم این محرم که تاریخ پرشکوه است. پرشکوه به این خاطر است که در این روزه گرفته شده و این روزه قدر و قیمتی بسیار زیاد به نزد الله متعال داره. چرا این روزه گرفته شده؟ افسوس است که همیشه بعضی عنعنات رواجهای مردم غلبه سر اصل اصطلاح شرعی پیدا میکنه. آن چیزی که در شریعت است او پنهان میشه، از حقیقت دور میشه و چیزی دیگر جاگزینش میشه. امروز در جهان مردم عاشورا را فقط به این فکر میکنه که البته در اینجا فقط یا عاشورا که هر قدر قدر و قیمت و منزلت داره این روز، این به خاطر از است که حسین رضی الله عنه با همراه خانواده و با همراه پیروانش در این روز شهید شده. حالان که بزرگداشت این روز، قدر و قیمت و ارزش این روز قبل از شهادت حسین رضی الله عنه بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد این روز که کدام بر ما بیان کرده که انی احتسب، ما گمان میکنم که الله متعال یکفر السنه الماضیه، در یک روایت السنه التي قبله آمده، ما گمان میکنم که روزه سبب کفاره و محو کردن گناه های یک ساله سابقه شود. در اون زمان حسین رضی الله عنه بچه خرد بود، حتی جوان نشده بود، اما پیغمبر این موضوع را گفته بود. و حدیث مشهور است زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه میاد، اونجا یهود دید که روزه میگیره، با وصفی که پیغمبر قبل از آمدن پیغمبر در زمان جاهلیت قریش هم روزه میگرفتن از جهت کدام گناهی که مرتکب شده بودن، ولی وقت سوال کرده بودن که ما گناه را چه قسم از بین ببریم و الله معاف کنه، برشان گفته شده بود که روز عاشورا روزه گرفته شود. پیغمبر علیه الصلاة و السلام موافقت یهود هم به روزه گرفتن روز دهم دیده بود و پرسان کرده بود که علت گرفتن از یا چیست، و علت گرفتنش نجات موسی علیه السلام و غرق شدن فرعون گفته بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بود که ما احق هستیم به نسبت از یا به موسی علیه السلام. اصلی پیروان یا محبین موسی علیه السلام خو ما هستیم، چرا که انبیا علیهم السلام از یک سرچشمه آبیاری میشن و از یک منبع برشان فرمان و هدایت و تعلیم داده میشه. از او خاطر وقتی اینطور موضوع باشه ما خوبی از او روزه میگرفتیم، لیکن چون که یهود این روزه تنها خاص میکردن روزه میگرفت، پیغمبر علیه السلام باز گفت که اگر سال آینده ما باقی ماندم باز روزه نهم هم میگیرم به خاطر که مخالفت یهود شود. وادعوا لإخوان لكم قد شدهم قيد العدو بسجنهم فتصبروا إن تذكروهم فالدعاء